دوستان عزیز، این لحظه من معجزه با همراهی امریدی میخواهیم به شما چگونه یاری اولین رسانیدن هنگامی افتیده و خراشیده شدن کف دست، زانو، اورنج، پیشانی سخن بگوییم. با دقت گوش کنید چون که دانستن به همه حتمی است. اصلا همه ما کودکان دویدن و جهیدن را خیلی دوست بداریم. همین طور نه؟ درست. بنابراین در بعضی حالتها می‌افتیم و پیشانی، زانوان پایها، کف دست، آرنج دستان و غیره جاهای جسممان را زخمی می‌سازیم. البته چنین حالتها به همه کودکان زیاد رخ می‌دهد. اگر کسی از نزدیکانتان و یا یکی از دوست رفیقانتان مبادا افتاد و فرض کردیم دستش را خراشیده ماند، چی باید کنیم؟ بله، زود یاری اولین خود را رسانیدن لازم است. در این حالت او را به یگان سر و صدا به یگان جای آرام و معتدل بشنانید. یگان متای پختگینی تازه را گرفته به جای زخم سخت کک دارید تا اینکه فشار پس شود. پیش از کارهای پروفیلاکتیکی را انجام دادن، اول دستان خود را خوب کک نه کمتر از 30 ثانیه بشویید. بعدا دستان مجروح شده را شستن لازم است. این حتمی است. حرارت آب باید در درجه 20 تا 30 سلسیوس باشد. دست را تا تازه شستن زیر آب دارید. دوستان، حتما دستان لط خورده را با آب تازه شستن لازم است. این را از خاطر نبرارید. همسالان عزیز، به ظرف آب داشته کمی صابون مایع را آمیخته کرده به بالای زخم بریزید. بعد آن را با آب تازه بشویید. این عمل برای نیست کردن باکتریاهای ضررآور خیلی خوب است. پس از شستن دستان را حتما با سطچاقچه پاک کنید. دوستان عزیز، در خاطر دارید برای برطرف کردن حجره‌های میکروب‌آلود هرگز داروهای ضد میکروبی ها را به بالای زخم مجروح شده نریزید. عموماً به مصلحت دکتر از این محلول‌های ضد میکروبی استفاده نبرید چون که ضرر جدی دارد. اگر زخم کمی ورمی داشته باشد، تنها می توانید از محلول ضد میکروبی یود 1% کمی استفاده برید. آن را فقط گرد زخم خراشیده بمالید. احتیاط کنید که به بالای زخم ضرر نرسد. اصلا پوست خراشیده شده را پس از تازه کردن و خوب شستن بهترش نرسید. با یگان دکه و متاهای پلاستیکی نبندید. از هر گونه ملهم ها نیز استفاده نبرید. زخم سبک خودش آهسته آهسته صحت می شود. اگر جای خراشیده مجروح ورمی زیاد داشته باشد، خوبترش به دکتر مراجعت کنید. بعد از افتیدن جای خراشیده شده البته درد می کند چون که لط خورده است. اگر خواهید که جای خراشیده شده و یا لط خورده زود صحت شود و درد رو حس نکنه، به دکتر مراجعت کنید. راه‌های تیزتر معالجه کنیش رو به شما فهمانده می‌دهند. همسالان عزیز، مبادا کسی از دوستانتان افتیده سرش کفیده ماند، در این حالت زود به دکترخانه بردن لازم است. دوستان، هیچگاه به خود معالجه کنی راه ندهید. همیشه سلامت و بردن باشد. خیر، تو بازدید.